دوز مگه یک زن رو میبره؟ تو باید یار و یاور زن باشی. الان خواب بیدار شدم، یهو دیدم حالم بده، دیدم هیچ مشکلی ندارم، یهو یاد این خانم الهه حسین نژاد افتادم. جان مادرت، جان پدرت، جان خودت، جان اون یه رگ مردانگی تو وجودت هست. دیگه نمیتونم بگم جان مردانگی، جان کونت، شاید کونی باشی. این دختر رو بیار پس بده. به روح مادرم اینه الان بذار بگم، الان که اگه پسش بدی من خودم دست به دامن خانوادهش میشم، گریه زاری پدرم رو میفرستم، فک فامیلام اینجا رضایت بده به خداوندی خدا، و اینا خودم پول خرج میکنم میکشم بالا خارکسه. دختر مردم رو پس بیار. این خواهر من باید پیدا شه. الان داره 3 روز میشه. یه دختر نمیتونه 4 روز. دختر لباس زنانه داره، دختر مشکل ماهیانه داره، دختر با تو خونه باشه، دختر استرس میشه، دختر 1000 تا مریضی میگیره، 1000 تا از استرس مشکل نمیدونم تخمک میگیره. انسانن اینا دیگه، 1000 تا مرض میگیره. این دختره رو جان روی مادر من بیارش بده خونه، هر کسکشی هستی پیدا نشه، پیدات بکنن، من دایشی خوار مادرت میگم. خوار مادر یارو رو دزدیدی، خوار کسه. تو نگاه کنی خوار مادر من چشتو پیشگوشی میکنم، تو یارو رو دزدیدی، بردی کونی، بیار بده و گو.